اگه ذخیره رو مثلا توی ورژن بالا 2018 انجام بدیم، دیگه ورژن پایین‌تر نمیتونن بالشونه. اگه ما به هر دلیلی بخوایم نام، محل، فرمت یا ورژن ذخیره فایل تغییر بدیم، اینجا به جای سیو باید از سیو از استفاده کنیم. اگه الان فکر می‌کنید که این دستور سیو اینجا نوشتم کارش دقیقاً کار همین سیو این بالا نوار دسترسی سریع هست، بگم که درست نیست. ولی یه موقع اصلا فایلی که دارم زیاده، وقتم کمه، خیلی عجله دارم، دیگه وقت ندارم دونه برم سیو کنم. چیکار می‌کنم؟ چه زمانی که عجله داری، می‌خوای سریع خیلی ببندی، کار تموم شده، می‌خوای فقط ذخیره کنی، می‌تونی از این دستور هم استفاده بکنی. اما وقتی پروژه شما نهایی شده یا می‌خواید حالا فایلتون رو به هر حالتی که هست می‌خواید برای همکار یا کارفرماتون بفرستید، یا وقتی می‌خواید پروژه رو آرشیو کنید یا نگهداری کنید واسه خودتون برای آیندهتون، اینجا از فول سیو استفاده می‌کنیم تا اون نسخه فایلمون نسخه مرتب و تمیز بشه برای ارائه واسه بایگانی، یا اینکه حجمش خورده منطقی‌تر در بیاد. چون به هر حال شما فایل واسه نفر بفرستین حرفه‌ای که حجمو کم کرده باشید. عرض سلام و احترام خدمت مهندسین عزیز، همکاران گرامی. میلاد رضایی هستم. خیلی خوش اومدین به جلسه 4 از دوره آموزش جامع اتوکد. خب تو این جلسه ما میخوایم این مقدار در مورد نحوه ذخیره کردن فایلات تو اتوکد صحبت کنیم. شما زمانی که توی ترسیمات خودتون تغییری ایجاد کنید، یه چیزی رو اضافه کنید، چیزی رو حذف کنید، کم کنید، زیاد کنید، طبیعتا خب بدیهیه دیگه، نیاز به ذخیره کردن این کاراتون دارید، این ترسیمات دارید. فقط به اتوکد نیست، شما هر نرم افزار و هر برنامه‌ای تو ویندوز دارید بالاخره اینو آشنایی دارید باشه. ما میایم این ذخیره رو انجام میدیم. اگه قطع شد، سیستم به هر دلیلی خاموش شد، یا اصلا خواستیم دوباره مراجعه کنیم، کارمون ادامه بدیم، به مشکلی برخورد نکنیم، ذخیره می‌کنیم. مگر اینکه به هر دلیلی نخوایم این تغییرات رو نگه داریم، مثل تغییرات موقتی ایجاد کنیم، نمی‌خوایم بمونه. شما وقتی که این تغییراتی ایجاد می‌کنی، بذارید من یه تب برای پروژه خالی براتون باز بکنم. کاری نداشته باشم چیکار می‌کنم، ما تمام اینا رو قراره با هم دیگه یاد بگیریم. ما مثلا این سری تغییراتی همینجوری میدیم، چیزی ترسیم می‌کنیم، یه سری کارا همینجوری می‌کنیم. اصلا مهم نیستم چیکار می‌کنم، اصلا مهم نیستم چیکار می‌کنم. این کارا رو انجام دادم با این نوار که اینجا یه سری تب قرار میگیره، میگیم فایل تب. تو جلسه بعدی ما قراره محیط اتوکد کامل با هم بشکافیم، تمام اینا رو با هم بررسی میکنیم که اسم هر کدوم از این بخشا چیه، این نوار اسمش چیه، این اسمش چیه، این اسمش چیه، این چیه، همه رو بررسی میکنیم. پس نگران نباشید. داشتم اینو عرض میکردم، وقتی ما یه سری تغییرات تو فایلمون، تو ترسیماتمون ایجاد میکنیم، دقت کنید اینجا نام فایل رو مینویسه که الان به طور پیش‌فرض دراینگ 1. کنارش اگه دقت کنید ستاره کوچیک گذاشته. این یعنی چی؟ ببین من هر وقت یه تغییری اینجا ایجاد کنم، کنار این نام یه ستاره کوچیک ایجاد میشه. این به این معناست که شما اومدید تو این فایل تغییراتی ایجاد کردی که هنوز ذخیره نشده. این یادآوری به شماست که آقا این فایل رو شما ذخیره نکردی، یا یه سری کارا انجام بدی ذخیره نکردی. حواست باشه. اگه میخوای این تغییرات بمونه ذخیره کن. اگه من الان بیام اینو ذخیره کنم، الان میتونم ذخیره چجوری انجام میشه. توی دسکتاپ مثلا میام اینو ذخیره میکنم با همین نص، اصلا برام مهم نیست، یه سیو میزنم ذخیره میشه. الان دقت کن دیگه این ستاره رفت. حالا بریم ببینیم که ذخیره کردن ترسیمات و تغییرات ما تو اتوکد چجوری انجام میشه. روش‌های مختلفی واسه این کار وجود داره. خب یکیش اینه که شما کلیدهای کنترل و اس رو از روی صفحه کلید فشار بدید. کنترل اس رو فشار میدید تا ذخیره انجام بشه. یک روش دیگه هم وجود داره، اونم اینه که ما به این ناحیه، اینه که این بالا دارم اشاره میکنم اینجا، ما به این ناحیه میگیم کویک اکسس تولبار، نوار دسترسی سریع. گاهی اوقات به کویک اکسس تولبار به طور مخفف QAT هم میگن. اینجا یه گزینه هست به اسم سیو. اینم در واقع یکی از روش‌های دیگه واسه ذخیره است. روش دیگه اینه که بیایم اینجا اسم این گزینه اپلیکیشن باتن، روی این گزینه کلیک کنید. اینجا یه گزینه سیو هست، روی این گزینه هم میتونید کلیک بکنید. یکی دقت کنید اینجا باز نوشته کنترل اس هم میان برش هست. روش بعدی چیه؟ روش بعدی اینه که تو این ناحیه که الان اینجا سفید رنگه، ما بهش میگیم خط نوار فرمان، یعنی نوار فرمان یا خط فرمان. اینجا بنویسیم Q save و اینتر رو بزنیم اینجا Q save و اینتر رو فشار بدیم، باز هم اینجا ذخیره انجام میشه. حالا شما بذارید من یه بار تیپ ببندم دوباره باز کنم، یه چیزی بعد بهتون الان بگم. خب وقتی که ما برای ذخیره اقدام میکنیم، حالا به هر کدوم از روش‌های بالا، شما چه میخواین Q save بزنید در دفعه اول، البته چه میخواید سیو بزنید یا هر چیز دیگه‌ای، در دفعه اول به این صورت هست. شما ببینید بذار چیزی بهتون بگم، شما توی حالا اتوکد نرم افزارهای هر نرم افزار دیگه‌ای معمولا یه سیو دارید، یه سیو است.
توی الان چند دقیقه دیگه من سیو ازم بهتون میدم پادکست چجوری انجام میشه، ولی فقط میخوایم مفهوم و منطقش رو بفهمیم. شما که دفعه اول میخواین ذخیره کنین فرقی نمیکنه چه سیو رو بزنین که این بالا هست، چه سیو هستی بغلشه، فرقی نمیکنه. دفعه اول اینا کارشون یکیه. شما دفعه اول که فایل ایجاد کردین و ذخیره نکردین تازه میخواین ذخیره بکنین، بین سیو و سیو فرقی نیست. شما توی جفتشون به هر صورت دفعه اول باید که محل ذخیره، نام ذخیره، یعنی در واقع نامی که میخواین فایل با اون نام ذخیره بشه، فرمت ذخیره باشه، فرمت ذخیره بشه، چه ورژنی میخواد ذخیره بشه. شما اینا رو باید تعیین بکنید. دفعه اول که سیو رو میزنین عملکردش سیو از هست. دفعات بعدی اگه سیو بزنید نیاز نیست دوباره بیاین تمام اینا رو تعریف بکنید. یک بار تعریف کردین که نامش چی باشه، محل ذخیره چی باشه، فرمت و ورژنش چی باشه، اگه سیو بزنید رو همون فایل قبلی اصطلاحاً اووررایت میشه، رو همون دوباره بازنویسی میشه و ادامه داده میشه. اگه که از سیو استفاده بکنین نه، برای زمانی هست که بخواید مثلا یه بار ذخیره کردین، حالا میخواید به هر دلیلی محل ذخیره، نام فایل ذخیره، فرمتش یا ورژنش رو تغییر بدید، اینجا از سیو استفاده میکنید. ولی به هر صورت ما وقتی که روی سیو میزنیم برای اولین بار عرض کردم شما میایید اینجا محلش رو تعیین، مثلا دسکتاپ تعیین میکنید یا میرید تو دیسپیسی مثلا یک درایو مد نظرتون رو مشخص میکنید و خدمت شما عرض کنم که پس محل ذخیره و نامش چی باشه و فرمتش رو مشخص میکنید. اینجا فرمتش رو مشخص میکنید که در مورد فرمت ها هم با هم حرف زیاد داریم، صحبت با هم دیگه زیاد داریم. این چیزی که داخل پرانتز نوشته فرمت رو نشون میده و این چیزی که اینجا نوشته اتوکد مثلا 2013/LT 2013 دراین، این داره ورژن نشون میده. میگه آقا این فایل رو من با این ورژن ذخیره میکنم. وقتی که شما با هر ورژن اینجا ذخیره بکنید توجه داشته باشید اگه ذخیره رو مثلا توی ورژن بالا 2018 انجام بدین، دیگه ورژن‌های پایین‌تر نمیتونن بازش کنن. یعنی چی؟ آقا من این فایل رو میام با ورژن 2018 ذخیره میکنم، بعد میخوام این فایل رو واسه یه نفر دیگه بفرستم. اگر اون یه نفر آدم تو سیستمش اتوکد 2016 داشته باشه، این فایل 2018 رو نمیتونه باز کنه. تکرار میکنم، این چیزی که شما اینجا انتخاب میکنی ورژنش چی باشه توجه بکن. چه خودت چه نفر دیگه خبرش بفرستی، باید حداقل اتوکد 2018 تو سیستمش نصب باشه. یه 2018 یا ورژن جدیدتر و بالاتر. ورژن‌های قدیمی‌تر نمیتونن اینو باز کنن. پس برای همین توصیه میشه شما اگه میخوای فایلی رو ذخیره بکنید تو ورژن پایین ذخیره کن. مثلا واسه 2010 2013 این ورژنات مثلا خاص خیلی دیگه محافظه‌کارانه عمل کنید 2000 و 2004 نه، البته دیگه خیلی بعیده کسی بخواد با این ورژن کار بکنه. مثلا دیگه میگم 2010 اینا باید منطقی تر باشه، 2007 2010 تو این ورژن ذخیره کنی که مخاطبت هم بتونه این فایل رو باز کنه. پس یاد باشه اگه ذخیره رو توی ورژن بالا انجام بدی، یعنی این ورژن های بالا رو انتخاب بکنی 2018 2013 اینا رو انتخاب بکنی، یه ورژن پایین‌تر از این اگه کسی سیستمش داشته باشه نمیتونه اینا رو باز کنه. مثلا شما فرض کن اگر شما با 2018 ذخیره بکنی، کسی تو سیستمش فقط 2010 داشته باشه، اتوکد 2010 فرقی نمیکنه اتوکد کامل یا LT. در مورد اینا صحبت کردیم که LT چیه، اتوکد کامل چیه. کسی که توی سیستمش فقط 2010 داشته باشه نمیتونه فایل شما رو که 2018 ذخیره شده باز کنه. ولی برعکسش ممکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگه بیای از همین اول یک ورژن پایین انتخاب بکنی، مثلا اینا رو 2004 2007 اینا رو انتخاب بکنی، کسی که سیستمش اتوکد بالاتر از این ورژن ها رو داشته باشه، حتی 2026 2025 هر چی داشته باشه، دیگه این فایل قدیمی‌تر و این ورژن قدیمی‌تر رو میتونه باز بکنه. پس شما میتونی بیای تو این مسیر سیو کنم اومدیم با هم دیگه، نام ذخیره، فرمت ذخیره که باشه فایل تایپی باشه و محل ذخیره رو تعیین بکنی. تمام اینا اینجا تعیین میشه، محل ذخیره، نام ذخیره و فرمتش. پس ما اینجا سیو رو بزنیم ذخیره انجام میشه، کنسل که بزنیم کنسل میشه. گفتم پس چند دقیقه پیش گفتم اگر ما به هر دلیلی بخوایم نام، محل، فرمت یا ورژن ذخیره فایل رو تغییر بدیم، اینجا به جای سیو باید از سیو از استفاده کنیم، چون سیو میاد اون تغییرات ما رو روی همون فایل قبلیمون اعمال میکنه یا اصطلاحاً اووررایت میکنه، اما با سیو از خود یک فایل جدید واسه ما ایجاد میشه. خب شما سیو از رو میتونید به روش‌های مختلفی انجام بدید. یعنی اینکه بیاید از نوار دسترسی سریع یا کویک اکسس تولبار که این بالا هست گزینه سیو از رو روش کلیک بکنید، دوباره این پنجره سیو دراینگ از براتون باز میشه. یا اینکه از روی صفحه کلیک کنترل شیفت اس رو فشار بدید، دوباره این پنجره براتون باز میشه. روش بعدی این هستش که از این اپلیکیشن باتن رو گزینه سیو از کلیک بکنید، سیو از و بعدش دراینگ، دوباره این پنجره براتون باز میشه. روش بعدی هم این هستش که توی نوار فرمان دستور سیو از رو اجرا کنید، دستور سیو از، دوباره براتون همین پنجره باز میشه. خب دوستان پس ما تا اینجا روش‌های مختلف ذخیره کردن رو بسته به نیاز خودمون که می‌خوایم تغییرات رو روی همون فایل فعلی ذخیره کنیم یا یک فایل جدید یاد گرفتیم.
یعنی ما میتونیم تغییراتی که تو پروژمون ایجاد میکنیم روی همون فایل فعلیمون ذخیره کنیم یا اینکه روی فایل جدید، یک فایل دیگه با یک نام جدید و یک محل دلخواه جدید ذخیره بکنیم. این چیزی که تا الان یاد گرفتیم. دیدیم که روش‌های مختلفی هم واسه این کار وجود داره. مثلا میتونیم بیایم توی نوار فرمان تایپ کنیم Q save یا تایپ کنیم save as، بسته به اینکه می‌خوایم رو همون فایل ذخیره کنیم یا روی فایل جدید می‌خوایم ذخیره کنیم. یا اینکه میتونیم کنترل S یا کنترل shift S رو فشار بدیم به ترتیب برای save و save as هستن. یا اینکه بیایم توی نوار دسترسی سریع روی save یا سیو از بسته به نیازمون کلیک بکنیم یا اینکه بیایم توی اپلیکیشن باتن اینجا یه سیو هست، یه سیو از دراینگ هست اینجا. این روش‌هایی هست که ما تا الان میدونیم، اما ما توی نرم افزارهای دیگه یه سیو داریم، یه سیو از داریم که تکلیف مشخصه. سیو برای زمانی که شما بخواید تغییرات رو روی همون فایل فعلی ذخیره بکنید، سیو از برای زمانی که بخواید تغییرات رو روی یک فایل جدید با یک نام جدید و در یک محل جدید و حتی گاهی هم با یک فرمت جدید بخواید ذخیره بکنید. ما اینو میدونیم. شما اگه با نرم افزار دیگه کار کرده باشین، نرم افزارهای عمومی مثل ورد، اکسل، پاورپوینت یا نرم افزارهای تخصصی تر مثل ایتابس و سیف و سپ و اینها، به هر حال آشنایی دارید با این مفهوم. اما توی اتوکد داستان یه خورده فرق میکنه. شما اگه بخواید تغییرات رو روی همون فایل فعلی ذخیره بکنید، میتونید کیو سیو رو اجرا کنید یا اینکه میتونید بیاید اینجا سیو رو بزنید یا اینکه بیاید روی اینجا رو سیو کلیک بکنید. سیو هم که گفتم بهتون کارش چیه. اما زمانی که من داشتم دستور مثلا سیو از رو بهتون میگفتم، اینجوری تایپش میکردم، احتمالاً چشمتون به این گزینه سیو خورده و براتون سوال شده باشه که این سیو داستانش چیه. اگه الان فکر میکنین که این دستور سیو که اینجا نوشتم، این عبارت سیو که اینجا تایپ کردم، کارش دقیقاً کار همین سیو این بالا نوار دسترسی سریع هست یا کارش دقیقاً کار همین اپلیکیشن باتن هست، بگم که درست نیست. چرا درست نیست؟ ببینید دستور سیو رو بخوام مقایسه کنم خیلی شبیه سیو ازه، اما تفاوت خیلی ریز با هم دارن. بذارید من این پروژه همینجوری تمرینی همینجوری الکی باز کنم که اینجا بهتر متوجه بشین. فرض کنید که من میخوام سیو از رو اینجا اجرا بکنم. اگه سیو از رو اینجا اجرا بکنم، خب میتونم محل ذخیره و توی فایل نیم نام ذخیره رو تعریف کنم. مثلا میخوام تحت عنوان دراینگ 10 مثلا چه ذخیره‌اش بکنم. اگه الان سیو رو بزنم، به طور خودکار هدایت میشم به یک فایلی با نام دراینگ 10. من رو سیو کلیک میکنم، نام فایل عوض شد، نام پروژه من شد دراینگ 10. یعنی الان من هر کاری انجام بدم، هر ترسیماتی انجام بدم، هر تغییراتی اعمال بکنم، دیگه رو اون دراینگ 1 که فایل قبلی بود اعمال نمیشه، روی دراینگ 10 که الان ذخیره کردم اعمال میشه. حالا اون دستور سیو چی بود داستانش؟ اگه الان دستور سیو رو اجرا بکنم چه اتفاقی میفته؟ اگه الان دستور سیو رو اجرا بکنم، توی فایل نام دلخواه بهش بدم و فایل تایپ فرمت مورد نظرمو بهش بدم، مثلا فرض کن نام فایل بدم دراینگ 11. الان اگه اینجا رو سیو کلیک بکنم، اگه دقت بکنی نام فایل عوض نمیشه، یعنی هدایت به فایل جدیدم نمیشم. توی همین فایل دراینگ 10 همچنان کار خواهم کرد. ببین چه اتفاقی میفته. به نام دراینگ 11 توی دسکتاپ دارم ذخیره‌اش میکنم. اگه دقت کنید نام فایل تغییری نکرد، من همچنان تو دراینگ 10 هستم. یه سیو از زمانی که من یک فایل جدید ایجاد و ذخیره میکنم، هدایت میشم به طور خودکار به اون فایل جدیدم. به هر تغییری اعمال بکنم، هر ترسیماتی انجام بدم، توی اون فایل جدیدم ایجاد میشه. با فایل قبل دیگه کاری نخواهد داشت. اما الان چه اتفاقی افتاد؟ الان اتفاقی که افتاد اینه که اون فایلی که من ذخیره کردم با نام جدید تو محل دلخواهم، اون ذخیره شد، در جای خودش هست و هر وقت بخوام میتونم بازش کنم، باش کار کنم. اما الان هر تغییری انجام بدم، هر کاری بخوام انجام بدم، روی همین دراینگ 10 اعمال میشه. همون فایلی که توش بودم، همین فایلی که داخلش هستم. ببین الان مثلا فرض کن من اینو پاکش میکنم و الان دراینگ 11 که ذخیره کردم و باز میکنم. این دراینگ 11 که با دستور سیو اجرا کردم و ذخیره کردم، این دراینگ 10 که الان داشتم. خب دوستان، من در مورد تنظیمات پنجره سیو دراینگ از که برای ذخیره فایل هست توضیح بدم خدمتتون. از این بالا من شروع می‌کنم. اینه که مشخص گزینه‌های کاوش تو ویندوز هست، چیز خاصی نیست که توضیح بدم. برای رفتن به پوشه‌های قبلی از این گزینه‌ها استفاده می‌کنید. مثلا این گزینه برای دیلیت هست، یعنی شما می‌تونید فایل مد نظرتون انتخاب کنید، اینجا روی این ضرب کلیک کنید یا اینکه کلید دیلیت رو از روی صفحه کلید فشار بدین تا اینکه این فایل پاک بشه. می‌ذارم که برای ایجاد یک پوشه جدید روی همین محلتون هست که می‌تونید به جای اینکه روی این کلیک بکنید، خیلی راحت بیاین کلید آلت 5 رو فشار بدید. فشار بدید این کلیدها رو، یک پوشه اینجا براتون باز میشه. برای پاک کردنش هم عرض کردم میاد اینجا روی این گزینه کلیک میکنید و پاک میشه. این ویوز که اینجا هست حالا میشه به نحوه نمایش این آیتم هایی که اینجا هست. اگه من روی این کلیک بکنم، ببینید گزینه دیتیلز داره که الان فعال، یعنی الان که این خاکستری، یعنی که الان دیتیلز فعال هست و الان دارین نحوه نمایش دیتیل رو میبینید.
اگه رو لیست کلیک بکنید مثل دیتیلز با این تفاوت که دیگه سایز و نمیدونم تاریخ ویرایش نمایش داره نمیشه، صرفاً به نام فایل بهتون نشون میده. اما زمان که دیتیل فعال میکنید این ستون ها هم پر میشن. دیتیلز رو که فعال میکنم اطلاعات بیشتری به نمایش داده میشه. اگه بیام اینجا گزینه thumbnails رو انتخاب بکنم چه اتفاقی میفته؟ گفتم بهتون جلسه قبلی thumbnails چی هست. اون تصویر کوچیکی که به عنوان نماینده اون فایل بهتون نشون داده میشه. اینجا دارید میبینید، حالا نمیدونم چقدر واضح هست. اگر که این نمایش این تصویر خیلی کوچیک هست، میخواین thumbnail رو حتما بزرگتر ببینید ولی اینجا مشخص نیست، میتونید که رو صفحه راست کلیک بکنید، ماوس رو بیارین روی گزینه ویو، الان گزینه میدیوم آیکونز فعال هستش. اگه بخواید بزرگتر بشه میتونید بیاین گزینه لارج آیکونز یا اکسترا لارج آیکونز رو فعال بکنید. اینجوری در واقع نمایش این تصاویر بزرگتر میشه. اگه دقت بکنید این گزینه لیست و دیتیلز و اینا دقیقاً اینجا هم بود، اما نکته‌ای که هست اینه که وقتی ما اینجا راست کلیک می‌کنیم و میایم روی بخش ویو، امکانات بیشتری در اختیارمون قرار میده. پس من اینو بهتون بررسی می‌کنم، این چون کامل‌تر هست نسبت به این. فقط اینو بگم این پریویو که اینجا هست مربوط میشه به این صفحه، این بخشی که این سمت راست تصویر ملاحظه می‌فرمایید، سمت راست این پنجره این پریویو نوشته، این منظورش دقیقاً همین هست. اگر من این گزینه رو غیر فعال کنم این بخش از بین میره، ولی اگه دوباره بیام و فعالش کنم دوباره برمیگرده. من دوباره دیتیلز قرار میدم. اگه راست کلیک می‌کنیم یه گزینه ویو اینجا هست که با این چند تا گزینه میتونیم نحوه نمایش این فایل‌ها رو تغییر بدیم، حالا فایل، پوشه، آیتم، هر چیزی که اینجا هست. اگر من اینجا موضوع بیارم روی ویو، اکسترا لارج آیکونز چقدر بزرگ نشون میده، چقدر واضح و بزرگ. اگه بیارم رو لارج آیکونز خود کوچیک‌تر میشه، همین جوری هی کوچیک‌تر میشه به ترتیب. و اگه روی لیست کلیک بکنید مثلا لیستی میشه. توی حالت اسمال آیکونز اصلا دیگه تامنیل بهتون نشون داده نمیشه، ولی به صورت گریدوار، به صورت شطرنجی نشون داده میشه اینجا فایلاتون. اگه بیاین اینجا گزینه لیست رو بزنید که دوباره همون لیست اینجاست، فرقی نمیکنه. دیتیلز هم که گفتم بهتون. تایلز چیه؟ تایلز همون حالته اسمال آیکونز، با این تفاوت که اینجا میاد بهتون تامنیل ها رو نشون میده. خب این ستونایی که این بالا هست چی ان؟ یه دونه نیم داره، یه دونه دیت مودیفاید داره، تایپ داره و سایز داره. ما اینا رو توی بقیه هم داشتیم، یعنی همه اینا اینجا وجود داشتن. حالا منم میرم تو توضیح میدم تو همون ویو تایلز که فرقی نمیکنه، شما تو هر کدوم که هستید، چه لیست، چه دیتیلز، چه هر چیز دیگه ای میتونید این کارو انجام بدید، فرقی نمیکنه. وقتی موضوع بیارم روی این کلیک بکنم، اگه دقت بکنید به ترتیب حروف الفبا تغییر میکنه، حالا یا سعودی یا نزولی تغییر میکنه. اگه موضوع من بیارم اینجا فلش کوچیک اینجا میبینم، این قضیه چیه؟ اگه من روی این کلیک بکنم میتونم تعیین کنم فقط آیتم هایی که حرف اول اسمشون بین حرف الفبای A تا H هست رو بهم نشون بده. این حالت فیلتر مانند داره، فیلتر میکنه که کدوم فایل رو نشون بده. اگه من روش کلیک بکنم ببین این V ای از حروف الفباست دیگه، میدونین دیگه، بعد از A تا H هست، بعد از H هستش. وقتی من این گزینه A تا H رو فعال میکنم دیگه نشون نمیده اینو. برعکس اگه من Q تا Z رو انتخاب بکنم دیگه اینو به نشون نمیده. برعکس اگه من Q تا Z رو انتخاب بکنم دیگه این فایل ها رو به نشون نمیده. چرا؟ چون حرف اولشون D هست و D از نظر ترتیب حروف الفبا قبل Q تا Z هست. اگه هر دو رو فعال کنم یا هیچ کدوم فعال نکنم دیگه حالت پیش‌فرض هست که در واقع همه رو به نشون میده. میریم سراغ دیت مودیفای. این بحث تاریخ ویرایش هست. تنظیم میکنین که بر اساس تاریخ ویرایشتون نمایش داده بشه فایل هاتون. یه فلش کوچیک اینجا هست. اگه من روی این کلیک بکنم میتونم تنظیم کنم که آقا مثلا یا بر اساس تاریخ نشون بده. هر فایلی که مثلا تاریخش مطابق با این تاریخی هست که تو این تقویم دارم تنظیم میکنم اون نشون بده. بعد میتونید اینجا تعیین کنید آقا فایل هایی که مثلا مربوط به امسال هست یا فایلی که مربوط به ماه گذشته هست. انا این فایلی که من اینجا ایجاد کردم مربوط به همین تاریخ امروزه، همین ماه جاری هست نه ماه قبلی. به هر صورت شما میتونید اینو از اینجا مشخص کنید. مثلا yesterday، اگه yesterday انتخاب کنید مثلا این فایل هم مربوط به فایل دیروز هست مثلا که نشون داده میشه. به این ترتیب شما میتونید که تنظیم کنید بخش تاریخ که آقا اون فایل هایی که در فلان تاریخ مودیفای شدن یا ویرایش شدن یا در روی یک بازه زمانی خاص هستن اونا رو من نشون بده. الان ببینید وقتی کلیک موس رو نگه دارم و موس بکشم میتونم تعیین کنم آقا از این تاریخ، از روز سه‌شنبه 4 نوامبر تا روز شنبه 8 نوامبر هر فایلی که اینجا در واقع ویرایش شده رو نشون بده. میریم سراغ این که شما میتونید بر اساس فرمت آیتم ها و فایل هاتون نمایششون رو تنظیم بکنید. وقتی روش کلیک میکنید میبینید که داره تغییر میکنه. حالا میتونم بیارم ماوس رو روی فلش و کلیک بکنم. اینجا شناسایی کرده که چه نوع فایل ها و چه نوع آیتم هایی اینجا وجود داره. درست هم شناسایی کرده. ما اینجا یه آیتم پوشه داریم، یه سری آیتم هم داریم فایل DWG هستن.
شما اینجا میتونید تنظیم کنید که آقا فقط پوشه ها رو بهم نشون بده یا اینکه فقط فایل های ترسیم DWG بهم نشون بده. DWG اگه هر دو رو انتخاب کنید یا هیچ کدوم انتخاب نکنید همه رو بهتون نشون میده. سایز هم برای نمایش فایل ها بر اساس اندازه‌شون هست. اگه من روش کلیک بکنم بر اساس ترتیب حجم فایل یا آیتم بهتون نشون میده یا صعودی یا نزولی. یه بار که روش کلیک کنید میشه صعودی، یه بار دیگه میشه نزولی یا برعکسش، بسته به کدوم رو تنظیم کرده باشیم. اگه موس رو بیارم روی این فلش و کلیک بکنم میتونم دوباره اینجا تنظیم کنم. ببین میگه آقا شما الان احتمالاً فایلاتون مثلا توی این رنجه، واقعا هم همینطوره. مثلا فایلای من 31 کیلوبایت 32 کیلوبایت اصلا به 1 مگ هم نمیرسه. اینجا براتون شناسایی میکنه که اولا فایلی که توی این پنجره دارین کلا فایل ها و آیتم هایی که دارین توی چه بازه های از حجمی هستن. یه درست شناسایی کرده. کلا یه بازه اسمال هست، یعنی همشون حجمشون کمتر از 1 مگابایت هست. اگه الان من بیام روی این گزینه کلیک بکنم طبیعتاً این آیتم ها رو بهم نشون میده ولی حجم این الان بیشتره. نگاه کن الان حجم این فایل 590 مگه. طبیعتاً من چه انتظار دارم که اگه من این گزینه انتخاب بکنم این پوشه رو نشون نده و فقط بقیه رو نشون بده. نگاه کن دیگه اون پوشه رفت، نشون نمیده. آن اسپسیفاید یعنی چی؟ یعنی اون فایل هایی که حجمشون مشخصه رو نشون نمیده، فقط اون آیتم های دیگه مثلا این پوشه رو نشون میده. عین همینا رو ما توی ویوهای دیگه هم داریم. عرض کردم اگه توضیح نمیدم این همونه دقیقاً. نگاه کنید دقیقاً عین همونه و من دیگه موضوع رو توضیح نمیدم. ببینیم حالا این تولز قضیهش چیه. وقتی من روی تولز کلیک میکنم یه دونه add modified FTP locations داره. FTP مخفف فایل ترانسفر پروتکل هست. مربوط میشه به انتقال و ذخیره فایل ها توی بستر سرور که نیاز نیست که بهش بپردازیم چون اولا ما دسترسی به اینترنت رو بستیم و کلا با اینترنت کار نمی‌کنیم به خاطر شرایطی که تو ایران هست و به همین دلیل ما از این میگذریم. بعد این add current folder to places، این places که اینجا گفته منظورش اینجاست، این نوار باریک سمت چپ. شما میتونید اینجا اون حالا فایل آیتمی که خیلی باش کار میکنید و پر کاربرد هست براتون، میخواین هر بار که میخواین یه فایل رو سیو کنید، باز کنید یا هر چیزی دم دستتون باشه تا بتونید راحت و سریع انتخابش کنید. در این صورت میتونید بیاید اون مثلا آیتم مد نظرتون رو یا اینکه کلا همین مسیری که هستین دسکتاپ رو بیاید اینجا روی add current folder to places کلیک بکنید. الان دسکتاپ اینجا اضافه شد، هرچند که ما اینجا اینو داشتیم ولی دوباره اینجا اضافه شد. ببینید توی توضیح گزینه دیگه هست add current folder to places. روی add current folder to places کلیک می‌کنید. اینجا اضافه میشه. دسکتاپ اینجا اضافه شد. current folder منظورش چی بود؟ منظورش همین دسکتاپ بود که داخلش هستیم. خب با اینکه اینجا از قبل داشتیم دوباره اینجا اضافه شد. برای اینکه بخواید یه آیتمی رو اینجا پاک بکنید اضافی هست میتونید روش راست کلیک بکنید و رو گزینه ریموو کلیک بکنید. یه تر که بزنید اینجا پاک میشه. فرض کنید که یه پوشه‌ای تو این محل هست که می‌خوایم این بخش سمت چپ، این بخش باریک سمت چپ اضافه بشه. چرا؟ چون پر کاربرده. چون فایل‌های ترسیمی من مثلا اینجاست، تو این پوشه است. من می‌خوام باش کار کنم مرتب. می‌خوام دم دستم باشه. هر وقت خواستم روش کلیک کنم و دسترسی پیدا بکنم به اون فایل‌هایی که می‌خوام. موس رو میارم روی این پوشه، خیلی ساده. کلیک می‌کنم که دیگه چپا نگه می‌دارم، موس رو حرکت میدم، میارم اینجا که شکل موس عوض شد و رهاش می‌کنم. اگه روش کلیک بکنم میتونم وارد اون پوشه بشم و در واقع ذخیره کنم داخلش. یه دونه آپشنز اینجا هست که الان فعلا واردش نمیشیم. چرا؟ چون DWG آپشنز و DXF آپشنز داره که فرمت های رایج اتوکد هستن. توی جلسه بعدی من قرار هستش که فرمت های رایج اتوکد رو براتون باز کنم. اول فرمت ها رو بشناسین تا بعدا بتونم این تنظیمات رو بهتون بگم. البته یه دونه پروکسی ایمیجز اینجا هست که بعد بهتون توضیح بدم و در اون صورت هست که شما شاید متوجه بشین. الان زوده بخوام اینو بهتون توضیح بدم. پس فعلا از این میگذرم. فقط این لیست کشویی که اینجا هست Save All Drawings As، این چیه داستانش؟ این چیز خاصی نیستش. میگه آقا این به طور پیش‌فرض وقتی که بخواید سیو بکنید یا سیو از بکنید، ببین تو این Files of Type به طور پیش‌فرض این گزینه 2018 فعاله. یعنی شما همین الان هیچ کاری نکنید سیو بزنید با فرمت 2018 داره ذخیره میکنه. اما میتونید از اینجا ببینید تغییرش بدید. میگه آقا مثلا بر اساس مثلا ورژن 2010 ذخیره بکنم. ببین به طور خودکار این تغییر میکنه. یعنی از این بعد من هر وقت بخوام ذخیره کنم اگه هیچ تغییری اعمال نکنم اینجا بر اساس همین 2010 ذخیره میشه. البته عرض کردم اگه تغییری ایجاد نکنین واسه 2010 ذخیره میشه. شما میتونید اینجا بیاین روش تغییرش بدید. بیاین اینجا 2018 رو انتخاب کنین. اجباری نیست. خب این فقط دیفالتشه. شما دیفالت میگین آقا 2010 باشه. اگه من هر وقت دلم خواست تغییرش میدم. بس سلام. و اینم بگم شما برای وارد کردن آیتم ها به این بخش سمت چپ لیمیت خاصی ندارید، محدودیت خاصی ندارید. ببین من میتونم مثلا بیام این پوشه رو بکشم بیارم اینجا. اینم میتونم بکشم بیارم اینجا.
اینا میتونم بکشم اینجا، هیچ گونه محدودیت خاصی وجود نداره. حالا میخوام اینا رو پاک کنم، خیلی ساده میخوام اینجا پاکشون کنم، نمیخوام وجود داشته باشن. روش راست کلیک میکنم، گزینه ریموو رو میزنم، پاک میشه. یس رو میزنم، پاک میشه. دوباره به همین ترتیب. اگه من روی هر کدوم از این آیتم هایی که اینجا اضافه کردم خودم کلیک راست بکنم، روی پراپرتیز کلیک بکنم، میتونم نامش رو تغییر بدم. نام نمایشش رو میتونم تغییر بدم. ببین این نام این پوشه توی خود کارد من تغییر نمیکنه، فقط نام نمایشش اینجا تغییر میکنه، نام نمایندش تغییر میکنه. میتونم بیام اینجا روش کلیک راست بکنم، روی پراپرتیز بزنم و میتونم اینجا نامش تغییر بدم. مثلا بیام بکنم مثلا وی به عنوان مثال، اوکی رو بزنم. ببین نامش عوض شد. این آیتم پس قضیهش چیه؟ آیتم پس برای معرفی مسیر هست. یعنی وقتی من روی این آیکون کلیک کردم چه مسیری برام باز بشه. اون مسیری که من اولین بار اینجا با من میانبر وارد کردم همون سی یوزرز میداد ویدیوز بود. میشناسید دیگه، این مسیری هست که مسیر پیش‌فرض ویندوز هست برای ویدیوها. اما من خیلی راحت میتونم آدرس اینو عوض کنم. واسه همینه که دارم میگم این چیزی که شما اینجا وارد میکنید هیچ ربطی به اون آیتمی که تو هارد هست نداره. اگه شما رینیمش میکنید یا اصلا مسیر رو تغییر میدین، مسیر میانبر این آیکون عوض میکنید. یعنی وقتی من روی این آیکون کلیک کردم چه اتفاقی بیفته، کدوم مسیر برام باز بشه. پس تو آیتم نام نمایشش رو عوض می‌کنیم، نام نمایشی این آیکون رو تغییر میدیم. توی آیتم پس هم میتونیم مسیر رو عوض کنیم. اگه الان من بیام اینجا پاکش کنم و دسکتاپ رو تایپ کنم و اوکی کنم چه اتفاقی میفته؟ خب الان من انتظار دارم وقتی موس رو میارم روش و کلیک میکنم دسکتاپ برام باز بشه. ببین دسکتاپ برام باز شد. حالا میخوام این آیتم رو پاک کنم دیگه، خیلی ساده روش راست کلیک میکنم، ریموو میزنم، پاک میشه. به همین سادگی. این اد کارنت فولدر که گفتم دیگه، همون پوشه که الان داخلش هستی که دسکتاپ هست دوباره اینجا اضافه میکنه. این اد کارنت فولدر که گفتم دیگه، همون پوشه که الان داخلش هستی که دسکتاپ هست دوباره اینجا اضافه میکنه. یه گزینه اد اینجا هست. اگه من روی کلیک کنم چه اتفاقی میفته؟ یه پنجره مثلا پراپرتیز برام باز میشه. دیگه دوباره خودم دستی میتونم یه نام بهش بدم، مثلا سی، و بعد اینجا مثلا بیام بگم آقا این پوشه سی رو مثلا واسم باز کن. به عنوان مثال اینجا مثلا میتونه ایجاد شد. اگه من روی کلیک بکنم وارد درایو سی میشم. پس دوباره میتونم اینجا خودم دستی بیام یک آیتمی رو اضافه بکنم. دوباره ریموو میکنم و اینم از بین میره. وقتی روی این ضرب در کلیک میکنید چه اتفاقی میفته؟ وقتی روی این ضرب در کلیک میکنید از شما سوال میپرسه، میگه آقا میخواین تغییراتی که الان اینجا اعمال کردین تو این پلیسز، این بخشی که اینجا هست، این بخش سمت چپ، ذخیره بشه یا نه؟ اگه یس رو بزنید ذخیره میشه، نو رو بزنید ذخیره نمیشه. وقتی نو کلیک بکنم ذخیره نشه. خب وقتی ما اینجا راست کلیک میکنیم یه دونه گزینه سورت بای هست که موضوع بیارین روش، اینجا هم دوباره میتونین دقیقاً همین کاری که اینجا انجام دادین روش کلیک میکردین و ترتیب نمایش عوض میشد، اینجا هم دقیقاً میتونین همین کارو انجام بدین. میتونید بهش بگین که آقا این دسته‌بندی این فایل ها رو بر اساس نامشون یا تاریخ ویرایش یا نوع فایل یا سایزشون انجام بده که انجام دادیم. اینجا با هم صحبت کردیم در موردش. این اسندینگ و دیسندینگ مربوط به صعودی و نزولی هستش که تعیین کنید که ترتیب نمایش اینها که بر اساس مثلا نام هست یا هر چیز دیگه‌ای صعودی باشه نزولی. اگه مثلا قراره بر اساس حروف الفبا باشه این بر اساس حروف الفبا صعودی نزولی باشه. یعنی از A شروع شه برسه به Z، مثلا از اعداد از عدد 0 تا 9 بره، از حروف الفبا A تا Z بره، یا اینکه برعکس باشه. این مور که اینجا هست خیلی مفصل تره، میتونم توضیح بدم ولی دیگه فکر نمی‌کنم به دردتون بخوره. در این حد بیان که میتونید ستون‌های بیشتری رو اینجا بهتون نشون داده بشه. همین اینجا میتونید اینو تنظیم بکنید که یک دیتیل های بیشتری رو، یک ستون های بیشتر با در واقع مشخصات بیشتر بهتون نشون داده بشه. اینجا هم میتونید که عرض اون ستون رو یا میخواید انتخاب کنید و اضافه کنید یا اینها فرقی نمیکنه. میتونید تعیین کنید که بر چه اساسی باشه، چه جوری باشه، چقدر باشه. اینو میتونید وارد کنید. همین. من وقتی این موضوع رو رکن کلیک میکنم سایز هر کدوم میتونه نشون میده. نگاه کنید 80 پیکسله. اگه میخواید ستون بیشتر رو اینجا اضافه بکنید میتونید رو هر کدوم که خواستین کلیک بکنید که فعال بشه و بعد برید اینجا ارزش رو وارد کنید. اگر میخواین ارز اینو تغییر پیدا بکنه که باز میتونید از اینجا تغییرش بدین. یه چیز خاصی نداره بخوام بهتون بگم، نیازی به این نخواهید داشت احتمال خیلی زیاد. اینی که در من اینجا بهتون میگم این چیزی که در مورد ویو و سورت بای اینو گفتم بهتون، الان شاید به این که ربطی به سیو نداشت. واسه چی گفتی؟ درسته به سیو ربطی نداره، ولی بعد اینجا بهتون میگفتم چون به هر حال شما بخواید بعداً فایلی رو اوپن کنید، سیو کنید، به هر حال یه دستوری یک ابزاری رو بخواید اجرا بکنید که به هر حال نیاز داره که شما توی هارد کاوش کنید، براوز کنید، بگردین، یه فایلی رو انتخاب کنید، یه پوشه رو انتخاب بکنید. نیاز هست که اینا رو بدونید.
ربطی به سیو شاید نداشته باشه مستقیما، ولی به هر حال قراره با این فایل‌ها کار کنید. پس بهتره که تنظیماتشون رو بدونید که از این بعد هر وقت خواستید میتونید باشون کار بکنید. خب این گروپ بای قضیه چیه؟ میاد گروه بندی میکنه اینها رو. مثلا اگه من رو نیم کلیک بکنم میاد گروه بندی میکنه بر اساس بازه حروف الفبا، مثلا همونی که گفتم چند دقیقه پیش A تا H و Q تا Z که بود، میاد همونجوری دسته بندی میکنه. الان فقط ممکنه بپرسین که چرا اینجا فقط A تا H و Q تا Z هست؟ خب حروف الفبای انگلیسی بیشتره، چرا فقط داره اینا رو نشون میده؟ این میاد شناسایی میکنه که توی این پنجره چه فایل هایی وجود داره. هرچی تنوع نام فایل ها بیشتر باشه و حروف الفبای بیشتری رو شامل باشه، طبیعتاً دسته های بیشتری رو نشون میده. اگه مثلا بیام اینجا گروپ بای مثلا روی گزینه تایپ کلیک بکنم، باز ببین گروه بندی میکنه. فایلی که DWG هستن اینجا نشون میده، اون یه فولدر هستن رو توی گروه دیگه نشون میده. وقتی من روشون دابل کلیک میکنم یا اینکه روی این فلش انتهاشون کلیک میکنم، نمایششون رو فعال و غیر فعال میکنه. یعنی در واقع برای ساماندهی بهتر به این پنجره ها به درتون میخوره. اگر به نمایش اینا رو عوض کنم، باز این گروه بندی تجاش هست، دقت بکنید. اگر هم بیام نحوه نمایش اینا رو از طریق اون گزینه ویو عوض کنم، باز این گروه بندی سر جاشه، اینا هم در واقع ربطی نداره. سایز رو انتخاب بکنم، باز بر اساس سایز می دسته بندی میکنه. همون چیزی که قبلا گفتیم برقرار هست، این فقط گروه بندیشون میکنه، دسته بندیشون میکنه. همین. این اسندینگ دیسندینگ هم که مشخصه. اسندینگ یعنی به صورت صعودی، یعنی اگه مثلا سایز رو انتخاب بکنید، یه گروه تشکیل میده با سایز کوچیک‌تر، یک گروه دیگه با سایز بزرگتر. بر اساس سایز میاد اینا رو دسته بندی میکنه. تایپ باز به همین صورت. اگه دقت بکنید یه گروه داره با اسم DWG، حرف اولش D، این حرف اولش F. به صورت صعودی اومده این کار رو انجام داده. یعنی چی؟ یعنی میاد نگاه میکنه اون تایپی که شما انتخاب کردی، اسم اون تایپ چیه، و بر اساس ترتیب حروف الفبا میاد اینا رو میچینه. دیت مودیفای میاد داستانش مشخصه، دقیقاً میاد همین این تنظیمات، این دسته‌بندی ها رو انجام میده و دیگه فکر کنم چیز دیگری نمونده. اگه اون نانم کلیک بکنید، طبیعتاً دیگه دسته‌بندی اینجا برای شما انجام نمیده. مور هم که همون چیزی که قبلا گفتم، میتونید دوباره اینجا دسته‌بندی مد نظرتون اینجا انتخاب کنید که مثلا بر اساس این نوع بیاد، بر اساس این مثلا انیورسری یا هر چیزی که هست بیاد دوباره دسته‌بندی براتون انجام بده. یه کار دیگه هم میتونیم انجام بدیم. ببین شما فرض کنید که چند تا فایل به طور همزمان باز دارید، مثل اینجا یه درنگ 10 داریم، یه درنگ 11 داریم که اگه دقت کنید کنار نام هر کدوم ستاره اومده. یعنی من روی هر کدوم یه تغییراتی اعمال کردم که ذخیره نشده. اصلا میخوام که تمام این تغییرات ذخیره بشه، یعنی میخوام تغییراتی که هم روی این فایل اعمال کردم ذخیره بشه، هم تغییراتی که روی این فایل اعمال کردم ذخیره بشه. اگه بخوام دونه دونه برم داخل هر فایل و سیو رو اجرا کنم، خب یه راهه، بله میتونم برم توی هر کدومشون دستور کیو سیو رو مثلا اجرا بکنم. ولی یه موقع اصلا فایلی که دارم زیاده، وقتم کمه، خیلی عجله دارم، دیگه وقت ندارم دونه دونه برم سیو کنم. چیکار میکنم؟ فرقی نمیکنه، هر فایلی که دوست داری کلیک کن، بعد بیا اینجا کلیک کن، سیو آل رو تایپ کن و اینتر رو بزن. چه اتفاقی میفته؟ وقتی یه بار این کارو کردم، این ستاره کنار هر دوشون رفت، یعنی الان هر دو اینا ذخیره شدن. من با یک بار اجرای دستور 10 تا فایل داشته باشم فرقی نمیکنه، برای همه‌شون ذخیره انجام میشه. زمانی که عجله داری، میخوای سریع خیلی ببندی، کار تموم شده، میخوای فقط ذخیره کنی، میتونی از این دستور هم استفاده بکنی. حالا گاهی اوقات پیش میاد که شما میخواید که از اون تغییراتی که اعمال کردید یا اینکه نکنه از یه بخشی از پروژهتون یه تصویر داشته باشید، یه اسکرین شات مثلا داشته باشید. اتوکد این قابلیت به شما میده، شما میتونید این کارو انجام بدید. به چه صورت؟ میایید توی همین نوار این پایین تایپ میکنید save img و اینتر رو میزنید. بعد دوباره میایید توی این پنجره محل دلخواه برای ذخیره و توی فایل نیم نام دلخواه میدید برای ذخیره. مثلا من 1 رو بهش میدم مثلا. خب میخوام تحت عنوان فایل با نام 1 ذخیره بشه. توی فایلز آف تایپ هم میاد فرمتش رو تعریف میکنید که چی باشه. فرمت دلخواهتون رو اینجا انتخاب میکنید، مثلا JPEG، و سیو رو میزنید. حالا اینکه شما چی رو انتخاب کنید توی فایل تایپ، مثلا JPEG باشه یا PNG، فرق میکنه. دوستانی که گرافیک کار کردن یه مقداری میدونن که به چه صورتی هست. مثلا توی JPEG از شما کیفیت میپرسه، میخواد کیفیت به چه صورتی باشه. طبیعتاً هر چی با این بیشتر بازی کنید، کمش زیادش کنید، اینجا تغییر میکنه حجمش. خب دوباره دستور رو اجرا میکنم. این بار مثلا میگم آقا PNG باشه. تنظیماتی من ارائه میده متفاوت خواهد. میگم این نیاز داره که از گرافیک سر در بیارید و
فرمت‌های تصویری آشنا باشید. اینجا هم شما دوباره میتونید تعیین کنید که سیاه‌سفید باشه یا که بیت‌های رنگیش چقدر باشه که الان موضوع بحث ما نیست. من شاید حالا توی جلسه مجزا صحبت بکنم در این مورد، ولی الان فعلا بحث ما الان ذخیره کردنه. ولی شما در این حد بهتون بگم که اینجا میتونید تعیین کنید که از نظر رنگی چه جوری باشه، سیاه‌سفید باشه یا اینکه بیت‌های رنگیش رو میتونید که تعیین بکنید و اینکه میتونید دی پی آیش رو مشخص کنید که یا همون داتس پر اینچ میتونید اینجا مشخص کنید که کیفیتش چجوری باشه. که هر چی این بیشتر باشه خب منطقاً کیفیتش میره بالاتر. الان مثلا فرض کنید من این همین رو میپذیرم و الان اوکی رو میزنم. اگه الان برم توی دسکتاپ خودم این فایل اینجا واسم باز شده. دقیقاً همون فضای ترسیمی منو اینجا واسم جای تصویر آورده با نام یک.png. اینم گفتم عرض کنم خدمتتون به عنوان نکته تکمیلی برای ذخیره کردن یه بخشی از پروژهتون به صورت یک تصویر با فرمت و تنظیمات گرافیکی مد نظر خودتون. خب حالا می‌خوایم یه نکته خیلی مهم در مورد ذخیره کردن در اتوکد رو با هم بررسی کنیم. قبلش اجازه بدین برای استراحت و کمی تنوع یه خاطره از دوران دانشجوییم تعریف کنم. البته خاطره خیلی خاصی نیست، فقط در راستای همین اتوکد البته هستش. از دوران دانشجویی اگه خاطرتون باشه زمانی که کلاس استاد حاضر می‌شدیم یه دفتر چرک نویس با خودمون داشتیم. اما یه دونه دفتر بیشتر نداشتیم، تو همون می‌نوشتیم. مطالب استاد و خیلی سریع و خیلی خرچنگ قورباغه داخلش می‌نوشتیم. فرصت نداشتیم بخوایم خیلی مرتب منظم بنویسیم. این باعث می‌شد که از اون فضای کاغذمون نتونیم به طور درست و بهینه استفاده کنیم. یه سری جاها نوشته‌ام خیلی متراکم و تو هم میشد، زیاد بود. یه سری جا از کاغذ کلا خالی میموند. یه سری فضا پر میشد، یه سری فضا خالی میموند، سفید میموند. من خودم دانشجو بودم، ذره وسواس داشتم رو جزء نوشتنم و این بود که اول سر کلاس این مسئله بود تو دفتر چک نویسی می‌نوشتم. طبیعتا خب درس‌های مختلفی داشتیم دیگه. یه روز مثلا استاتیک بود، یه روز نمیدونم مقاومت بود، یه روز البته این ترمای مختلف بود. من توی یه ترم داره نداشتم، ولی مثال میزنم. حالا یه مثال بهتر میزنم. مثلا توی یه ترم خب ما بتون داشتیم، فولاد داشتیم، یه روز مثلا تحلیل داشتیم. چون رشتم عمران هست دیگه، رشته من عمران بود. خب بالاخره واسه هر جلسه بین اون جزوه اون درس فاصله میافتاد دیگه طبیعتا. یه روز من یه جزوه درس رو مینوشتم، یه چند روز مثلا فاصله بود تا جلسه بعدی. حالا مثلا یه هفته چند روز مثلا فاصله. دوباره مثلا جلسه بعدی دوباره میادیم اینا رو توی چک نویس مینوشتیم. پس یعنی بینش چند صفحه فاصله میافتاد احتمال. تازه اون هر صفحه کاغذی که ما مینوشتیم دوباره فضای اون کاغذ به طور بهینه استفاده نمیشد. یه سری جا سفید، یه سری جاها هم خرچنگ قورباغه میموند. حالا به هر صورت ما اینا رو مینوشتیم. تا بنده کاری که میکردم بود که آخر هفته یا روز بعدش مثلا صبح زودتر پا میشدم، بالاخره ساعتی استاد رو ضبط میکردم، از تخته عکس میگرفتم، چک نویس نوشتم، همینا رو داشتم. حالا میخواستم توی دفتر دیگه اینا رو بیام مرتب و منظم پاک نویس کنم. تو این دفتر اصلی که دیگه پاک نویس می‌کردم، یه فضای کاغذ من به طور بهینه و منظم خط به خط اشغال میشد، خط به خط پر میشد. دیگه اینجوری نبود که خرچنگ قورباغه بنویسم، نامرتب بنویسم، یه جا سفید بمونه، یه جا پر بمونه. نه، کاملا منظم مرتب نوشته میشد. حالا برگردیم سراغ اتوکد. گفتیم یه خاطره تعریف کنیم از دوران دانشجویی. ما دوستان خیلی لطف داشتن و استقبال می‌کردن. در دوران امتحان خیلی از جزوات ما استقبال میشد و دوستان می‌خوندن. روزای امتحان که وارد دانشگاه می‌شدین، اصلا خیلی از دوستان جزوات ما رو می‌دیدین. پرینت کرده بودن، داشتم مطالعه می‌کردم. خب یاد بادان روزگاران. خب بریم سر اتوکد دوباره. ما مشابه همین مسئله که در مورد جزوه گفتم و تو اتوکد و کامپیوتر هم داریم. دوستانی که مباحث ICDL آشنایی دارن احتمالاً اسم فول بکاپ یا پشتیبانگیری کامل و اینکریمنتال بکاپ یا پشتیبانگیری افزایشی آشنایی دارن. زمانی که شما بخواید از اطلاعاتتون، میخواد عکس باشه، فیلم باشه، پروژه باشه، هر فایلی باشه، موزیک باشه، شما بخواید بکاپ بگیرین، دو تا روش عمده وجود داره. یه روش فول بکاپ یا پشتیبانگیری کامل و اون یکی روش اینکریمنتال بکاپ یا پشتیبانگیری افزایشی. در پشتیبانگیری کامل کل اطلاعات شما، کل اطلاعات، چه اونا که تغییر کردن چه اونا که تغییر نکردن، هر چیزی که دارین 0 تا 100 دوباره ذخیره میشه. در نتیجه تا بخواد اون فایل پشتیبانگیری کامل ایجاد بشه، هم زمان بیشتری از شما میگیره، هم فضای بیشتری رو اشغال میکنه. اما توی اینکریمنتال بکاپ یا همون پشتیبانگیری افزایشی، فقط اون فایل ها یا بخش هایی که از آخرین بکاپ قبلی شما تغییر کردن ذخیره میشه. در نتیجه فایل بکاپ خیلی سریعتر و کم حجم‌تر میشه. اما به هر حال نمیشه این کار کرد. ما همیشه بالاخره بکاپ میگیریم تا بعداً هر وقت نیاز داشتیم میتونیم اونها رو ریستور کنیم، میتونیم بازیابیشون کنیم. حالا برای بازیابی یا ریستور کردن باید اول بیایم اون فول بکاپی که قبلا گرفتیم به همراه همه اون اینکریمنتال ها، همه اون پشتیبانگیری افزایشی که تغییرات رو فقط بکاپ گرفته بود، تمام اینا رو کنار همدیگه داشته باشیم، مثل زنجیر کنار همدیگه داشته باشیم تا بتونیم بازیابی رو کامل انجام بدیم. مثلا شما ولی از داده‌های کامپیوترت یا گوشی خودت فرق نمی‌کنه، به هر روز ولی بکاپ گرفتی.
حالا اگر اینجا دقت کن، اگه هر روز فول بکاپ بگیری، یعنی هر روز می همه چی، یعنی عکس و فیلم و موزیک و نمیدونم پیام و فایل و هر چی داری همش کامل کپی گرفتی، چه تغییر کرده باشه چه تغییر نکرده باشه. حالا تغییر منظورم چیه؟ اومدی رینیمش کردی، اومدی نمیدونم یه فایل رو مثلا بازش کردی، توش تغییراتی ایجاد کردی، ترسیماتی کردی، عکس بوده مثلا رنگش رو عوض کردی، هر چی که تغییر دادی تغییر ندادی بکاپ گرفته میشه، کپی گرفته میشه. اما اینکریمنتال بکاپ اینجوری نیست. فقط اون چیزایی که امروز اضافه کردی یا تغییر دادی ذخیره میشه. مثلا اگه امروز اومدی 4 تا عکس جدید گرفتی، فقط همون 4 تا عکس اضافه شده بکاپ گرفته میشه. این مثال رو زدم به اینجا برسم. ما مشابه با همین منطق رو مشابهش رو تو اتوکد هم داریم. توی اتوکد برای ذخیره کردن ما دو تا روش فول سیو یا ذخیره کامل و اینکریمنتال سیو یعنی ذخیره سازی افزایشی وجود داره. زمانی که شما فول سیو انجام میدی، کل اون فایل ترسیمی به فرمت DWG دوباره ذخیره میشه. با هم صحبت می‌کنیم در اون فرمت‌ها، کامل براتون باز می‌کنم فرمت‌ها رو. مثلا فرمت‌های پرکاربرد رو هم باز خواهیم کرد. ولی فعلا در همین از من بدونید در همین حد که اون فایل ترسیمی رایج و استانداردی که ما باش کار میکنیم فرمتش DWG هست. این بالا دارید ببینید. حالا چه عرض می‌کنم خدمتتون. زمانی که شما فول سیو انجام میدین، کل فایل ترسیمی شما با فرمت DWG دوباره ذخیره میشه. چه تغییراتی داده باشین، چه ترسیمات جدیدی انجام داده باشین، چه چیزی رو حذف کرده باشین، چه نکرده باشین، فرقی نمیکنه. کلا همه چیز دوباره از اول نوشته میشه و ذخیره میشه. اما توی اینکریمنتال سیو فقط همون قسمت‌های از فایل که تغییر دادین ذخیره میشه. مثلا تغییر ندادین که از قبل ذخیره شده بود، دیگه دوباره ذخیره کردن احتیاجی نیست. فقط اون بخشی که تغییر دادین میاد نوشته میشه تو فایل، ذخیره میشه. یه تفاوت مهم بین اینکریمنتال سیو تو اتوکد و اینکریمنتال بکاپ که قبلا گفتم وجود داره. اینو میگم باز به عنوان یک نکته اضافی. توی اینکریمنتال بکاپ حجم و زمان بکاپ شما طبیعتاً کمتر میشه، ولی بازیابیتون سخت‌تره، چون گفتم به یک زنجیره شما احتیاج دارین که هم فول بکاپ وجود داشته باشه، هم اون فایل اینکریمنتال که فقط اومده تغییر تو ذخیره کرده. حالا توی اینکریمنتال سیو هم تو اتوکد بله اون ذخیره سازی ما سریعتر میشه، زمان ذخیره سازی سریعتر میشه، در واقع زمان کوتاه‌تر میشه، ولی مثل همون جزئی که مثال زدم براتون، این داخل فایل شما میدونید بالاخره فایل در بک‌گراندش بالاخره کدنویسی داره دیگه، خب که میاد در واقع این اختصاص میده فضا رو و مشخص میکنه که این فضای فایل شما چجوری پر بشه. اینکریمنتال سیو باعث میشه ذخیره سازی سریعتر بشه، ولی فایل پر از فضای بدون استفاده میشه، فضایی که استفاده نشد، و این باعث میشه حجمش زیاد شه. حجم فایلتون زیاد میشه و بهینه نیست. این دقیقاً مشابه با همون مثال جزئی دانشگاهی که مطرح کردم. بذارین بیشتر توضیح بدم روشن شه براتون موضوع. اون بخشایی که زمانی که شما توی اتوکد نقشه میکشین و ذخیره میکنین، اتوکد همه تغییراتی که تو فایل دارین رو ذخیره میکنه. خب ولی این ذخیره کردنه به دو روش انجام میشه. فول سیو یا ذخیره کامل یکی از روش‌هاست که تو این روش کل فایل شما از اول تا آخر دوباره ذخیره میشه. این اول تا آخر که دارم میگم چیه؟ منظورم بک‌گراند فایل اتوکد شماست. به هر حال تو بک‌گراندش یک سری کدنویسی‌ها هست. خب من بیشتر منظورم که از اول تا آخر منظورم اوناست. منظورم بک‌گراند اتوکد. شما به هر حال که هر ترسیمی انجام میدین، هر تغییراتی که انجام میدین، به هر حال تو بک‌گراندش داره اینا رو تبدیل به کد میکنه. کد فایل شما از اول تا آخر دوباره ذخیره میشه. یعنی انگاری هر بار یه نسخه تازه و مرتب و فرش از اون فایل ساخته میشه، بهتون تحویل داده میشه. روش دیگه روش ذخیره تدریجی یا همون اینکریمنتال سیو. روش ذخیره تدریجی میگن، ذخیره افزایشی میگن، اینکریمنتال سیو هم میگن. توی این روش فقط اون بخشایی که تغییر دادین میاد ذخیره میشه. اون جایی که اومدی مثلا چیزی اضافه کردی، ترسیمی کردی، چیزی حذف کردی، کم کردی، خب بله این روش قطعاً سریع‌تره، ولی این باعث میشه فایل شما با گذر زمان سنگین و شلوغ بشه. مثل همون جزوه چرک نیست که دانشگاه تون خشن قورباغه مینوشتی. چون خشن قورباغه مینویسی، نامنظم مینویسی، ممکنه صفحات اون دفترچه زودتر پر شه و مجبور شی برید یه جزوه جدید بیاری، چک لیست جدید بیاری اون تو بنویسی. وقتی پاک نویس می‌کنی، خب یه خورده منظم مرتب‌تر نوشته میشه، احتمال زیاد صفحات کمتری اشغال میشه چون مرتب‌تر و منظم‌تر نوشتی. اینجا دقیقاً همینه. این روش اینکریمنتال سیو سریع‌تر، تون ذخیره انجام میشه، سریع‌تر انجام میشه، ولی فایل به احتمال خیلی زیاد تو گذر زمان سنگین و شلوغ میشه. اما چرا و چطور میشه این فایل شلوغ میشه؟ دوباره اینجا لازمه اون مثال جزوه رو، جزوه دانشگاهی رو همزمان با توجه به صحبت‌های من مرور کنیم.
اگه هر بار از همون اول مطالب درسی و کامل و مرتب تو همون جزوه بنویسین و نگهداریشون، قطعا همه چیز مرتب و منظم باقی میمونه. اما اگه بیاین فقط اون مطالب جدید و سریع بنویسین، یه سری جا پاک شده، یه سری جا نمیدونم خط خورده، یه سری جا عرض کردم یه سری فضاهای خالی و بلا استفاده باقی میمونه، در نتیجه اون جزوه شما بسیار شلوغ و بی‌نظم میشه. حالا همین فضاهای بلا استفاده توی اون فایل ترسیمی اتوکد، زمانی که فایل داره تو سیستم عامل ویندوز نوشته میشه هم وجود داره. ما به این فضاها میگیم wasted space یا فضاهای هدر رفته. اینجاست که اون بهینه‌سازی فایل واسه ما مهم میشه. اگه فایل شما خیلی شلوغ و بی‌نظم نوشته شده باشه و حجمش بیشتر باشه، طبیعتاً این فایلی که به این صورت ذخیره شده، این فایل به مرور زمان کندتر باز میشه، کندتر بسته میشه، حتی کاربردش هم کندتر میشه. اما اگه فایلتون از همون اول تمیز و با حجم کمتر باشه، راحت‌تر میشه فایل باز و بسته کرد، سریع‌تر فایل باز و بسته میشه و حتی اینو راحت‌تر میشه برای دیگران ارسال کرد. خیلی از دوستان این نکته رو لحاظ نمی‌کنن. یه فایلی واسه همکارشون میفرستن که بهینه نیست، سنگینه، در حالی که میشه سبک‌تر کرده واسه دوستشون یا واسه همکارشون بفرستن. پس به این ترتیب شما وقتی تو کلاس درس دانشگاه نکات رو خیلی سریع و خرچنگ قورباغه اصطلاحاً می‌نویسین، همه اون تغییرات و اضافه‌هایی که نوشتین همینجوری ترنبار میشه تو اون جزوه‌تون. این دقیقاً مشابه با همون رویکرد اینکریمنتال سیو یا ذخیره تدریجی تو اتوکد. شما هر بار که تغییرات رو اضافه می‌کنید فقط فایل سریع ذخیره میشه، ولی داخل اون فایل که شما نمی‌بینیش بک‌گراند هست، نامرتب و سنگینه، بهینه نیست. وقتی بعداً میایید اون جزوه چرک‌نویس رو توی دفتر تمیز و مرتب پاک‌نویس می‌کنین، فقط اصل مطلب، لب مطلب بدون شلوغی و اضافه‌ها و نامرتبی باقی میمونه که این دقیقاً مثل همون فول سیو، یعنی فایل یا همون جزوه تر و تمیز و بهینه و مرتب میشه. حالا اتوکد یه قابلیت داره به اسم I save %. میتونیم اینجا بنویسیم I save % و اینتر رو میزنیم. خب حالا این مقدارش میتونه بین 0 تا 100 باشه. خب اگه مقدارش رو روی یه عددی مثل 50 بذارین، یعنی وقتی مقدار پیش‌فرض رو نگاه کنید 50، اگه اینو رو 50 بذارین چه مفهومی داره؟ یعنی 50% نصف اون فایل میتونه فضای هدر رفته داشته باشه قبل از اینکه اتوکد مجبور فول سیو بشه. یعنی اگه اون فایل بیشتر از 50% فضای هدر رفت پیدا بکنه، اون وقتی که اتوکد باید این رو فول سیو انجام بده. حالا اگه این مقدار رو شما رو 0 تنظیم بکنین، یعنی اصلا همچین چیزی، اصلا همچین اجازه وجود نداره که فضای هدر رفت داشته باشه. اتوکد همیشه باید فول سیو انجام بده، اینکریمنتال سیو انجام نمیده. در نتیجه فایل اتوکد شما همیشه تمیز و بهینه و مرتب و تمیز میمونه. بازم اینو میگم، این موضوع فقط تو بک‌گراند دیده میشه، شما نمیبینیدش. شما فقط نتیجه کار رو میبینید که فایلتون سریع، تمیز، حجمش کمه و میشین راحت‌تر برای دوستتون یا همکارتون بفرستین. فقط اینم اضافه کنم، البته به نظرم بدیهی هست، یعنی احتمالاً متوجه شدید این موضوع رو، ولی قطعاً فول سیو خب زمان بیشتری از شما میگیره. درسته که حجم بهینه میشه ولی زمان بیشتری از شما میگیره. این موضوع مخصوصاً توی پروژه‌های حجیم، توی نقشه‌های حجیم بیشتر خودشون نشون خواهد داد. و اینا توجه داشته باشین که شما زمانی که میایید فایل رو به فرمت جدید ذخیره می‌کنین، ببین مثلا میام اینجا سیو رو که بزنم با این فرمت جدید بخوام ذخیره کنم، اینجا فول سیو اتفاق میفته. خب حالا این صحبت‌ها رو کردیم، به کجا برسیم؟ چه کاربردی برای ما داره؟ خب طبیعتا الان شاید ما نیازی نداشته باشیم بریم بک‌گراند اتوکد بررسی بکنیم. ما قراره نقشه بکشیم، نقشه رو نهایی کنیم و چاپ کنیم، بدیم مثلا بفرستیم برای اجرا، بفرستیم برای کارفرما، بفرستیم برای همکارمون یا یه ارگان خاص مثل شهرداری. چیزی که واسه ما اینجا اهمیت داره و کاربرد داره چیه؟ این توصیه حرفه‌ای اینه، شما مثلا فرض کن یه چیزی کشیدی، اصلا مهم نیستم چیکار میکنم، فعلا یه استراحت به خود بده، الان چیکار میکنم هیچ اهمیتی نداره. ببین مثلا فرض کن من یه چیزی الکی کشیدم، یه شکلی دارم، یه پروژه‌ای دارم به این شکل و قیافه، اصلا مهم نیستش، اصلا مهم نیست. یه همچین چیزی من دارم و اینو می‌خوایم بفرستیم برای یه نفر. خب نهایی شده، دقت کن. این فرض کن شما یه چیزی کشیدی، نهایی شده، می‌خوای حالا بفرستی برای یه نفر. توصیه حرفه‌ای اینه قبل از اینکه شما نقشه رو بفرستی برای یه نفر، اینجا توصیه حرفه‌ای اینه که شما فول سیو بگیری. یعنی چی؟ یعنی اون دستور I save % اجرا بکنی، اون دستور رو مقدارش رو 0 تنظیم کنی. اینا بگم اون I save % مخاطب incremental save % هست. اینجا تعیین می‌کنی که اون درصد فضای پرت چقدر باشه، از چقدر تجاوز بکنه فول سیو انجام میشه. حالا اینو هم عرض می‌کردم، شما بعد بیاید I save % رو اجرا بکنی، مقدارش به طور پیش‌فرض روی 50. خب گفتم این مقدار میتونه از 0 تا 100 تنظیم بشه. دقت کنید میام 0 تا 100 عدد صحیح منظورمه ها، نری اعشاری وارد کنی. پس 0 1 2 3 4 5 6 7 بگی برو تا 100.
شما اینجا وقتی این فایل نهایی شده، هیچ ترسیم و تغییر دیگه ای نداره، مقدار رو روی صفر تنظیم بکن. حالا سیو رو بزن. حالا میخوای نمیدونم میخوای کیو سیو بزنی، میخوای اینجا سیو رو بزنی، هر کاری که میخوای بکنی فرقی نمیکنه. اینجا دیگه فول سیو انجام میده. اینطوری مطمئن میشی که نقشت مرتب و تمیز و بهینه و کم حجمه. پس مرور میکنیم. اینکریمنتال سیو ذخیره سریع، سرعت ذخیره بیشتره ولی فایل کثیف‌تر و سنگین‌تره. اما فول سیو ذخیره کامله. ذخیره زمان بیشتری میبره طبیعتاً، ولی فایل تمیز و مرتب و حجمش هم کمتر میشه. این مقایسه بکن با نقشه‌های خودت، قطعاً متوجه تفاوت خواهی شد. چه زمانی از اینکریمنتال سیو استفاده کنیم، چه زمانی از فول سیو. وقتی که دارین روی پروژه کار میکنین و مدام دارین تغییر میدین، هدفتون اینه که فایل فقط سریع ذخیره شه و کارتون برای ذخیره کردن قطع نشه، کند نشه. مثلا تو طول روز تو این کارتون، تو دفتر، تو خونه، هر جایی کار میکنین، ممکنه که 10 بار کنترل اس بزنید تا ذخیره بشه. اینجا خب الان که دارین کار میکنین، هنوز کارتون نهایی نشده، اینکریمنتال سیو خیلی بیشتر به کارتون میاد، چون زمان ذخیره کردن خیلی سریعتر میشه و اینجا زمان ذخیره واسه ما مهمه. الان میخوایم سریع ذخیره کنیم، ادامه بدیم، نمیخوایم کارمون کند شه، قطع بشه و اینها. اینجا دقیقاً شبیه همون جزوه دانشگاهی سر کلاسه. اینجا شما فقط میخواین مطالب دستتون در نره، همه رو بنویسید. اینجا اصلا مهم نیست مرتب باشه یا نه، فقط میخواین سریع بنویسید. اما وقتی پروژه شما نهایی شده یا میخواین حالا فایلتون رو به هر حالتی که الان هست میخواین برای همکار یا کارفرماتون بفرستین، یا وقتی میخواین پروژه رو آرشیو کنین یا نگهداری کنین واسه خودتون برای آیندهتون، یا اینکه وقتی حس میکنین که حجم فایلتون غیر عادی زیاد شده. حجم فایل که زیاد میشه از دلایلش همون اینکریمنتال سیو، ولی به هر صورت میبینید که به خاطر همین اینکریمنتال سیو حجم فایلتون خیلی غیر عادی زیاد شده. اینجا از فول سیو استفاده میکنیم تا اون نسخه فایلمون نسخه مرتب و تمیز بشه برای ارائه واسه بایگانیمون، یا اینکه حجمش خورده منطقی تر در بیاد. چون به هر حال شما می‌خواید فایل واسه نفر بفرستین حرفه‌ای که حجمو کم کرده باشین، نه که با حجم بالا واسه طرف بفرستین. خب اگه حجم زیاد باشه طرف بالاخره شاکی میشه. این دقیقاً شبیه به پاک‌نویس جزوه است که می‌خواید یه نسخه تمیز و مرتب داشته باشین. اگه اون مقدار اینکریمنتال سیو و همون دستور iSave% برابر با سیو باشه، صورت ذخیره کامل اگه بزرگتر از صفر باشه، صورت ذخیره افزایشی یا همون ذخیره تدریجی کار میکنه که دیگه نهایتاً شما میتونید 100 وارد کنید. برای این به عنوان حسن ختام این جلسه من فقط چیزی بهتون بگم. ما در مورد سیو دراینگ از نکته‌ای گفتیم که شما میتونید در واقع بیاید اینجا روی آپشنز کلیک بکنید و اینجا میتونید بگید سیو آل دراینگز از مثلا اتوکاد 2018، این تنظیم کنید که به طور پیش‌فرض بر اساس ورژن 2018 ذخیره رو انجام بده. این همین ما تو آپشنز اتوکاد هم داریم. این تنظیم رو شما میتونید اینجا هم انجام بدید. وقتی میایم توی پنجره آپشنز تب اوپن اند سیو، اینجا دوباره دقیقاً همین موضوع هست، فایل سیو و کادر سیو از. توی کادر فایل سیو لیستی که شوی سیو از، شما اینجا هم دوباره میتونید تنظیم کنید که آقا به طور پیش‌فرض وقتی من روی دستور سیو به طور پیش‌فرض وقتی من دستور سیو رو اجرا میکنم چه اتفاقی میفته، وقتی من دستور ذخیره میدم چه اتفاقی میفته، واسه چه فرمتی میخواد ذخیره انجام بشه. دقیقاً میتونید همین اینو دوباره تنظیم کنید، فرقی نمیکنه. و چیزی هم که توضیح دادم بهتون در مورد iSave% بود که مخفف اینکریمنتال سیو پرسنتیج هست که اینجا دقیقاً میبینینش. اون عبارتی که این توی این نوار دستور وارد می‌کردین، مقداری که بهش میدادین، دقیقاً از اینجا هم میشه تنظیمش کرد. ببین اگر مثلا من بیام اینجا همون iSave% رو اجرا بکنم و مثلا بهش مقدار 100 رو بدم و برم توی آپشنز، می‌بینیم که این تغییر کرده. این دو تا به هم دیگه وصلن. این عبارتی که شما اینجا توی نوار فرمان وارد می‌کنید، مقداری که اینجا هست وصلن. یک کدوم رو عوض کنید تغییر می‌کنه، فرقی نمی‌کنه. الان مثلا دوباره اینو روی 50 اوکی می‌کنم. اگه الان دوباره همون iSave% رو اجرا کنم، می‌بینید که مقدارش 50 رسیده، همون چیزی که من وارد کردم. خب خیلی ممنون که تا انتهای جلسه 4 با بنده همراه بودین. تو این جلسه سعی شد که ذخیره کردن تو اتوکد رو هم از نظر تنظیمات و مراحلش و هم از نظر ماهیتش و مفهومش بهتون کامل توضیح بدم. امیدوارم که توضیحاتم براتون مفهوم بوده باشه. اگر هر سوالی دارین لطفاً توی کامنت ها بپرسین. هر بازخورد نظری دارین توی کامنت ها به من بگین. من حتما کامنتاتون رو میخونم و برام ارزش داره. توی جلسه بعدی در مورد انواع فرمت های رایج توی اتوکد با هم دیگه صحبت میکنیم. پس جلسه بعدی رو از دست ندید، جلسه خیلی مهمی هست. شما رو به خدا میسپارم. تا درود دیگر، بدرود و خدا نگهدارتون.